سلام، خیلی خوش اومدید به بلاگ دیگه. واقعا ما امروز داریم خونمون رو جابجا میکنیم. من خیلی به هم ریختم چون امروز روز دوم اسباب کشیه و من همه ویدیوها رو براتون دیروز ضبط کردم چون خیلی یهویی شد. ما قرار نبود دیروز اونقدر اسباب کشی داشته باشیم، ولی خب و الانم بیرون شروع میکنن. حدودا یه چند دقیقه دیگه باربری میاد، اسبابای بزرگ مثل مبل و حالا لباسشویی و ظرفشویی و تخت و اینا رو میبره و ما کلا میریم خونه جدید. و این 2 ماهی هم که حالا من بلاگ نداشتم کلی بلاگ گرفتم، ولی از نظر موقع 10 نبودن که بذارمشون براتون. احتمالا 2 تا پارت باشه این اسباب کشی و جابجایی، به خاطر اینکه اتاق من خیلی طول میکشه. حدودا 2 هفته دیگه من تخت و وسایلم میاد. همین دیگه روز آخر این مسئله نیکیه، من چیزی ندارم. برگشتیم اومدیم بالا به خاطر اینکه ماشینا پر بود و ما نمیتونستیم بریم. نور بده. آخرین سری چیزم رفت، اون آقا نیسانی هم رفت و الان من منتظرم که مامانم بیاد چون برق اومد. کولر روشن بود بالا. مامانم رفت بالا که یه چیز چسبیده اینجا دستم. ما رفت بالا که اونو خاموش کنم و دلیل تاخیرش هم الان اینه که فکر کنم کنترل رو پیدا نمیکنه، چون من بالا بودم کنترل پیدا نبود. خیلی هم گشتم تو خونه. اینم وضعیت اینه اینجا جلو. و آره مامانم فکر کنم کنترل پیدا نمیکنه. همونطور که گفتم مامانم کنترل گوله رو پیدا نکرد. خیلی جدی، چون خیلی گشتم و پیداش نکردم. حس میکنم با وسایل بردن کنترل. من گفتم حالا اینا کنترل اشتباه داشتم. 2 تا کولر روشن، 2 تا کولر یه دونه کنترل و هر 2 تا روشن. چرا اونجا ترافیکه؟ همه مسافرزا ببین. مسافر اینجا قراره که اتاق من باشه. یه نمای کلی ببینید ازش. این قسمت ها اونا که خوش شده جاروبندی نخوره تا یه 2-3 ساعت دیگه. این اتاق من. به اتاق بقیه هم ببینید. این چیزش هم هست که آره این هم که میبینید من این کار زیبایی ندیده بودم امروز زدم. اتاق امیررضاست. این نورام قرار بود بیان امروز بر من درست کنم، نمیدونم چرا نیومدن. حالا اینم همونه دیگه، بیوش دقیقا بغل همه 2 تا اتاقا. قشنگه. اینم چیز آشپزخونه. خیلی من اینجور دوستا خیلی خوشگل آشپزخونه
ما دیگه کار تموم شد دیگه برمیم کردم خونه نصف 10 شد صبح زود بیایم اینجا. شب بخیر. شب بخیر. من شب بخیر گفتم. اینو به تو شب بخیر نگفتن که شب بخیر بگی. ما شب بخیر نگفتم. خاله تو شب بخیر نگفتی. شب تا فردا نیروهای جدید داریم. بستن کاری نکرد. کی؟ من؟ بستن کار کرد. من نه. بستن میگه کار کردی، میگم نه. ما خاله داره الویه برمیداره. بذار بذاره ما بریم. خاله یه جوری هیچی نپوشیده و همینجا هست انگار ما خونه خاله مهمون بودیم. ما الان داره راهی میکنه. ما بریم خاله هست. من اومدم با خاله. خوش اومدی. خاله کلن هر جا ما میریم میخواد کوچه روبروش باشه. خاله هست با ما، سر جهازیه. خدا حافظ. خدا نگهدار. دیگه جدی ما بیا بریم دیگه مامانی. ماما هیدید نمیری. این هم آخرین ویدیو از تو حال خونه. این آخرین ویدیو اینجا تاریخ 1 شهریور که آقایون دیگه دارم میان بالا که اینجا جمع بکنن و آره همین 4 سال و 2 ماه و 3 روز پاکی. برای اتاق جدیدی مامان پرده ای اتاقش هم نکرد. بیچاره بله دیشب کلم رو اینجوری داشتم. آخرین ویو از خیلی دلتنگ میشم. خیلی از من دیوونه. ما دیگه داریم میریم اون خونه. چرا موهام عالیه واقعا. موه فر به من اصلا نمیاد. ولی خب نمیتونم شونش کنم بدتر میشه. داریم اون خونه دیگه یه سری وسایل ببریم و یه چیزی فهمیدم. من تمام ویدیوهایی که براتون ضبط کردم کیفیتش 720 و این اولین ویدیویی که شما دارید با کیفیت 1080 میبینید. اینم بگم این چشم خیلی دیگه کوچیک‌تر از این داره میشه و آره خیلی دیگه ما یه دار رفتیم وسایلا رو گذاشتیم من و زنمون. بعد الان اومدیم دیدیم که این خاوره رفته هیچی دیگه. دوباره بابام رفت. الان ما دیگه هممون داریم میریم. یه سری وسایل هم باید میرفت خونه مام بزرگم که الان یه آقای اومده داره میبره. نمیایم اینجا جدی. من اصلا دوستش نداشتم واقعا خونه رو، ولی خب این لوکیشنش رو دوست داشتم دیگه.
سلام از اتاق جدید. ببینیدش اینجا الان خیلی به هم ریخته است و من واقعا توانایی این ندارم که بخوام مرتبش کنم، بخاطر اینکه اکثر چیزایی که اینجا اصلا برای من نیست و نیازم که اول اینا خالی بشن، بره از اتاقم بیرون و خودم بشینم کم کم اینا رو بچینم و چشام و گلوم دارن حداقل همکاری رو با هم میکنن. خیلی درد داره و چون گریه شدید کردم یهو اصلا تموم چیزم به هم ریخت و همین. ما قراره که امروز با هم دیگه السانا درست کنیم. بله برخوابی چای شکلاتی اونایی که درست کرد برخوابی چای شکلاتی. حاضر میشم که برم رها رو بیارم اینجا. بعد بین چند تا گزینه موندن، گزینه های پدر. یه دونه این تیشرت آبی است، این تیرم میکنه، این روشنم میکنه. نه نظر شما همینه؟ چون نظر من که همینه. رها حرکت کرده و الان سر کوچه من اینو پوشیدم در نهایت. نه نظر شما همینه؟ چون نظر من که همینه. حرکت کرده الان 7 دقیقه پیش سر کوچه شو بود دیگه. الان نکنه یه خوبیایی که رها داره رو بگم. رها مثل خودم آدم آن تایمیه، یعنی من مثلا میگم رها فلان تایم مثل خودم زود حرکت میکنم. اینجوری نیست که من بمونم معطل رها این بره رو اعصابم و اینا نیست. خدا رو شکر. رها زنگ زد، اسکل داره این تیکه رو پیاده میاد. یه تیکه ماشین که یه تیکه داره پیاده میاد. توی دستشویی درستش کن چون یعنی صاف نمیشه اصلا. بریم. رها میبینی من در چه شرایطی هم موامو درست کردم. سلام. رفته بودم توی دستشویی موامو همه هستن. شکست هستن. این نکم فقط صرفا جهته که موام نیاد جلو. چرا دقت نکردی موام بلند شده؟ من به قیافت من دقت نکردم. اسمی پوری آفتشو دفونه کردم. جدی من تازه یه روز چشم خوب شده. جدی من خیلی تنوع چیزی خوبی داره. آب نداره. چرامشون کوچیکه درست کنم. یه بند انگشتن جدی. آره من آب بخوام ولی آب ندارم. بیبیز هرچی من میگم فقط قیمتش نگاه میکنم. مثلا بهشون میگم اون آبیه یک و 480 سرمگی همین قیمت. یک و 989 این بیشتر رو برنیکی بخن. یک و 697 اینقدر کلن کیفش. ترشیب نمیکنم. بچه نون پنگیدو خیلی خوشمزه است. امتحانش کنید.
نه ببین من فقط مرغ و فرق مرغ گوشت نداشت داشتیم. به دنیای بچه ها خوش اومدید.